زن شدی، سرد شدی، بد شدی، چیزی نمیفهمی. میخوام عوض بشه حالت، دل لعنتی چرا نمیخندی؟ رد میشی میگی نیستنمی، با حالم هم دیگه نمیپرسی. رفیقام بگو چطور انقدر یهو با هم سرد شدی؟ البته خوب میدونی نقطه ضعفم همیناست. یادته بهم میگفتی که عاشقمی، منم از خوشحالی داد میزدم مال منی. میدونم دورش گذشت عزیزم، رفتار دیگه با هم مثل یه غریبه است. دیگه نیست میخوام دستاشو بگیرم، دیگه نیست با یه حرفاش بشینم، دیگه باید با حسرت بشینم. عکساشو ببینم، عکساشو ببینم، دیگه نیست میخوام دستاشو بگیرم، دیگه نیست با یه حرفاش بشینم، دیگه باید با حسرت بشینم. عکساشو ببینم. هر موقع حرف از رفتن میشد میزدم زیر گریه، حتی تصورشم سخت بود از پیشت بخواد بره عشقه. همش فکر میکردم بعد من میخواد بکنه به کی تکیه. تا یه روز پا شدم دیدم رو آینه یه کاغذ با یه تکسه، نوشته بود روش خدافزی، نوشته بود برسی تش به اون کسی که داشته باشه همیشه لیاقته. نه یکی مثل من که اینجوری بی طاقته، نه مثل من که یه روزی ترکت کنه، یکی که تا آخرش باشه بغل خودت، یکی که تو سختی یا بمونه پا، یکی که ازش تو دنیا فقط یه دونه باشه. دیگه نیست بخوام دستاشو بگیرم، دیگه نیست با یه حرفاش بشینم، دیگه باید با حسرت بشینم. عکساشو ببینم، عکساشو ببینم، دیگه نیست بخوام دستاشو بگیرم، دیگه نیست با یه حرفاش بشینم، دیگه باید با حسرت بشینم. عکساشو ببینم. دیگه نیست میخوام دستاشو بگیرم، دیگه نیست با یه حرفاش بشینم، دیگه باید با حسرت بشینم. عکساشو ببینم، عکساشو ببینم، دیگه نیست بخوام دستاشو بگیرم. یوسفی فریور